سلام بچه، حالتون چطور؟ امروز اومدم با یه ویدیوی خفن دیگه. امروز اومدم براتون در مخفی یاد بدم با یه مود خیلی خفن. بریم که داشته باشیم. اینجا وارد برنامه ادوانس میشین که توی ویدیوی قبلی من بهتون یاد داده بودمش که چجوری نصبش کنین و وارد برنامه میشین تا میتون قطع کنین. اینجا اگه ترجمه گر داشته باشید که راحت‌تر ترجمه‌تون رو میزنید فارسی که به انگلیسی براتون ترجمه. یعنی شما به فارسی بنویسید که به انگلیسی بهتون بگه. کنید بزنید در اینو میرید. خب حالا میرید. خب بچه نگاه کنید چند تا مود براتون میاد. یکیش اینه، مود خفنیه ولی من فعلا نبردمش. بشم بال و این مود هست. این مود رو قبلش ناز کرده بودم بعد که نمیبودم. این هست. البته این شما رو البته میبره توی خونه که اینطوری درست شده. اینطوریه. بهتون آموزش در مخفی هم که بدون هیچ مودی باشه رو بهتون یاد میدم تو ویدیو بعدی. خب اینم هست. رو بذار خفن دراش. و دیگه این خیلی داره خفنی آورد. واقعا داره خفنی داره. خب بچه‌ها ممنون که ما رو تا اینجا تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.